ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان 4 تن از مسئولان یک قسم نظامی در ناحیه درواز را با سبب وقوع حادثه به گرو افتادن یک پراپورچیک با دست سرباز از مقامشان برکنار کرده است. تفتیش پرونده کشته شدن این سرباز به انجام رسیده برای بررسی به دادگاه ارسال شده است. 3 ماه پیش روزی 25 اوگوست مقامات گفتند که سرباز قسم حربی سرحدبانی سفربک خانوف پس از گروگانگیری یک پراپورچیک قسم نظامی در حدود دهه ویشخروی ناحیه درواز ولایت بدخشان کشته یا به اصطلاح تفتیشات به ضرر گردانده شد. دادستانی نظامی ولایت بدخشان تاجیکستان نسبت این 4 مسئول قسم نظامی که اجازه دادند چنین حادثه رخ بدهد پرونده جنایی باز کرده است. یک منبع از مقامات انتظامی ولایت بدخشان روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که تفتیش پرونده این 4 نفر به آخر رسیده است. اما محمد اولوخاجیف سخنگوی ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 27 نوامبر سال روان گفت جزئیات تفتیشات تا حال به دست آنها نرسیده است، ولی مسئولان قسم نظامی حالا تنها برای خنک نظری در اجرای وظیفه برکنار شدند. متصدی که اون شخصانی که شما پیگیری نکردند و این مسئله اون بخطایی رو دادن که همین حادثه رخ داد، حتما طبق قانون با جزای انتظامی کشیده بشه. سنجی خدمتی رفته است. پیوندان سفربک خانوف یک ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی که با دلیل گروگان گرفتن پراپورچیک کشته شد میگویند امیدوارند که گناهکاران جزای سزاوار میگیرند. آنها ادعا دارند فرزندشان زیر فشار که باعث عصبانیتش شده است دست به چنین کار زده است. ایدیبک خانوف پدر این سرباز روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که پس از کشته شدن پسرش به بدخشان سفر کرد و مقامات برایش گفتند که پرونده را عادلانه تحقیق میکنند. او گفت تمام همین شد تفتیش شد رفته سر خود تمام مثلا یا بوده چند باشه دیگر پای در پای پرور که رفته سر تفتیش شد پرکرو جنرال هم رفته اگه چکستان همه جا. ایدیبک خانوف میگوید حالا یک وکیل گرفته است و با او برای حمایت از حقوقهایش در بدخشان وکالتنامه داده است. پدر سفربک گفت مسئولان قسم حربی که جسد فرزندش را آورده بودند درباره این حادثه نقل کرده گفتند که خانوف در حادثه روز 25 اوگوست چند نفر را گروگان گرفت و با دیگران با سلاح تهدید کرد. ولی پدر میگوید از روی نشانه‌های ظاهری آثار تیر در بدن پسر به چنین خلاصه آمده است که با اون نه از دور بلکه از نزدیک در دلش تیر زدند. او گفت امک و 2 برادرش جسد را شستند و گفتند که تیر در دلش زده است و در بدنش داغ‌های سیاه و آثار لطکوب هم عیان بود. در حالی که مسئولین تفتیشاتی از شرح قضیه خودداری میکنند، افراد آگاه از این پرونده میگویند قضیه چندان ساده نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی یک قسم حادثه را نقل کرد. او گفت در حادثه روز 25 اوگوست سرباز سفربک خانوف با تهدید کشتار گویا به دیوار دیدبانگاه تیر خالی کرده به دیگر همخدمتانش تهدید کرده است. در تاجیکستان بهار و تیرما معرکه دعوت خدمت به ارتش میگذرد. معلوم نیست که گروگانگیری پراپورچیک و تفصیلات کشتاری او بعداً چگونه صورت گرفته است. بعضی منابع میگویند خانوف با خود نارنجک هم داشت، ولی تصدیق درستی این حرفات توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. حالا سوال اساسی برای تفتیشات این است که سبب رخ دادن این حادثه چیست و تا کجا این حادثه میتواند در پی دیدفشین یا زورگویی در ارتش رخ داده باشد. خشونت نظامیان و زورگویی سربازان بلند رتبه و با تجربه از بالای سربازان جوان در ارتش تاجیکستان حادثه نو نیست. مقامات و سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند در پی برنامه‌های ویژه‌ای تربیوی و فرهنگی آنها در قسم‌های نظامی یک پیشروی در امر تحریر وضع در ارتش حاصل شده است، ولی باز هم حادثه‌های خشونت در ارتش به چشم می‌خورد.